سلام. در مهمانی برنامه مهمان آزادی سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان دکتر عبدالغفور آرزو قرار دادند. خوش آمدید جناب سفیر به این صحبت. نخست چون در آستانه سفری عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس شورای ملی افغانستان و تاجیکستان قرار داریم، میخواستم هدف این سفر را از شما بشنوم. با سلام به شما و سلام به شنوندگان رسانه وزین آزادی. همان گونه که میدانید جناب عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت شکرجان زاوروف رئیس مجلس عالی نمایندگان تاجیکستان به دوشنبه آمدند و این دعوت بدون شک بر مبنای دوستی دو جانبه است و طبیعی است که به یک سند همکاری بین دو رئیس پارلمان خواهد انجامید و دو دیگر ملاقات های زیادی خواهند داشت با وزیر محترم داخله، با وزیر محترم عدلیه و با جناب عالی ملاقات خواهند داشت و همه اینها دلیل بر این هست که این سفر بیانگر این هست که دوستی بین افغانستان و تاجیکستان بر مبنای همگرایی و تعامل منافع ملی دو کشور صورت میگیره. مبارزه علیه تروریسم یکی از سمت‌های بسیار عمده همکاری‌های تاجیکستان با افغانستان هست. اما اخیراً گروه‌های تندرو در حالی که نیروهای ائتلاف بین‌المللی یعنی ناتو در حال خارج شدن از افغانستان هستند، در مناطق شمال افغانستان یعنی هممرز با تاجیکستان فعال شدند. شما تا کجا خطر این گروه‌ها و امنیت تاجیکستان را واقعی می‌بینید؟ دشمن است، از هر فرصت برای ایجاد یک نگرانی استفاده میکنه، اما توانایی اردوی ما تثبیت شده که اردو و ارتش افغانستان توانایی این داره که در همه جای افغانستان نیروهای اکستریمیست و تروریست سرکوب بسازه و پاسخ بسیار دندانشکنی به دشمنان مردم افغانستان بده. به این علت جانب تاجیکستان هم به این وقوف داره که توانایی ارتش افغانستان چقدر است. همکاری دو جانبه برای مهار کردن مبارز و تروریستا و عملیات اکستریمیستا یک امر ضروری است که خدا را شکر که بین حکومت افغانستان و حکومت تاجیکستان این همدلی وجود داره که با هم متحدن و مشترکن بر علیه همه تروریستا و اکستریمیستا مبارزه کنند. چون در مورد استرداد شهروندان گفته، به ویژه آنهایی که در قلمرو افغانستان بازداشت میشن اگر تاجیک باشند یا تاجیک تبار باشند، در این زمینه همکاریاتون با جانب تاجیکستان چگونه هست؟ تا حالا بارها زندانیان از تاجیکستان به افغانستان منتقل شده و به همون تناسب از افغانستان به تاجیکستان. آماری هم است در این زمینه؟ یک بار 252 نفر در سالهای گذشته منتقل شده و 80 و چند نفر قرار بود که منتقل بشن، 31 نفر منتقل شده و حدود 51 نفر دیگه در آستانه انتقال به افغانستانند که امیدواریم که به زودی به افغانستان منتقل شوند. اما اونهایی که شهروندانی که در افغانستان هستند شهروندان تاجیکستان چی؟ اونها هم گفتیم که سازشنامه وجود داره، اون مراحل قضایی خود وقتی که طی میکنن و بعد از اینکه سال حبسشان مشخص میشه که چی سال باید در زندان بمانند، بعد از یک طی مرحله اونها به تاجیکستان منتقل میشن. هیچ نوع پرابلمی در رابطه بین افغانستان و تاجیکستان وجود نداره. تشکر. و چون از همکاری ها گفتیم و شما گفتید که از جانب تاجیکستان حتی نیروی برق هم وارد میکنین، این میزان در فصل زمستان آیا تغییر میکنه یا خیر؟ چون البته در تابستان تاجیکستان امکانی بیشتر داره اما در زمستان امکانی کمتر. چگونه است همین دفعه؟ تا آنجایی که به سازشنامه ارتباط بگیره قرار است که تاجیکستان 100 مگاوات برق برای جانب افغانستان در تابستان و زمستان منتقل کنه. حتی در تابستان بیشتر، در زمستان استانداردی است. ما مشکلات جانب تاجیکستان درک میکنیم. مسئله انرژی برق مربوط به آب و باران و آسمان است. اینکه در تاجیکستان تا کنون همکاری کرده که حداقل بیشترین اگر 100 مگاوات برق نتونه ارسال کنه تا 50 60 70 مگاوات فرستاده. امیدواریم که جمهوری تاجیکستان مشکلات جانب افغانستان دریابند. به این معنا که ما برق از ترکمنستان میگیریم، از جمهوری اسلامی ایران میگیریم، از ازبکستان و نیازهای مردم افغانستان ما نمیتونیم این گونه پاسخ بدیم که در زمستان
100 مگاوات جانب تاجیکستان نمیتونه به دلایلی که گفتیم که این دلایل از اراده دولت مردم خارج است تامین کنه. ما مجبوریم برای نیازهای مردم خود برق تامین کنیم. ما خواهش ما و آرزوی ما ای هست و بیگمان جانب تاجیکستان همچنین اراده داره بر مبنای سازشنامه 100 مگاوات برقی که تعهد شده به جانب افغانستان در زمستان هم داده بشه. در غیر از این صورت ما مجبوریم در برابر نیازهای مردم توسل ببریم به برق کشورهای همسایه. از این جهت ما برق تاجیکستان که برق آبی ارزان و مفید و بدون ضررهای محیط زیستی است، جانب افغانستان علاقه داره که همیشه بیشترین خریدار برق تاجیکستان افغانستان باشه و جناب عالی همیشه عنایت کردن که ما در زمستان هم برای شما 100 مگاوات برق میدهیم. امیدواریم این وعده وفا شود. خب تشکر میکنم جناب سفیر. همینطور صحبت داشتیم با جناب سفیر عبدالغفور آرزو، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در برنامه مهمانی آزادی. جان تشکر جناب سفیر. سلامت باشید. پیام من و همه دوستان برسانید از طریق رسانه خود بگویید که مردم افغانستان مردم تاجیکستان را دوست می‌دارند و روابط دوستانه بین تاجیکستان و افغانستان در سطح بی‌نهایت عالی است. زنده باشید. سلامت باشید.